سلام و درود بر دوست داشتنی، خوش اومدید به ویدیوی جدید در اتاق. امروز اومدیم با ترکیب مگا نایت و رم رایدر مینی پکایی چیز هیرو بادون برادون بتل بزنیم برای بچه آجی. هوک سایکل واقعا دهنمو سرویس کرده. ببین کاپم از 2625 آجی نمیشه واقعا با هوک سایکل زد. آخه ماسک ایوا هم نداریم، چیز هم نداریم، همین دیگه. ماسکه برو ندارم آجی، نمیشه کاریش کرد واقعا. خیلی چیزی بدی شده که ماسکا من ندارم. صاف منی که هوک سایکل پلیرم ماسکی هیرو نباید داشته باشم، این ظلم ناموسن. یه مگا نایت اینجا رو بچه خوبه. صدا بازی چنده؟ 1 2 3 4 5 6 7. خب حالا چه آرجی مانک بهمون خورده و چه دمیجی داد مانک. خب اینجا یه دونه ایویز میری خوبه. ایول ایول ایول. خب یه دونه اینجا زب میزنیم. ای بابا نزنه دیگه. یه رم رایدر برای بچه ها ببینیم چی میندازه الان برای دفاع. رم رایدر خب گارد داره. خواستم اگه مانک انداخت چیزمو بزنم روش و این واینزمو بزنم روش. خوبه. یه دونه مینی پکا بزنه عالی میشه. ایول. خب یه دونه جلاد خوبه. یه دونه نو اسکیل وازه برای بچه مگا نایت هم بریم جلوش. چی میخواد بندازه؟ یه دونه اینجا تورنادو خوبه. اکشیر تو این ابیلیتی بابا، ریدم تو اون فیشر منی سیبیل کلوفتی حرومید. خوبه. خب اینجا مینی پکا میگم چیز ایویز که چیزشو بزنه، فایرشو بزنه. خب یه دونه مینی پکا اینجا، یه دونه جلاد اینجا خوبه. اینجا واینز خوبه. اینجا یه تورنادو. وای واینزم رو چیز نخورد سری. واینزم رو آرجی نخورد آجی. وای لاخت چرا گارد باید تو داشته باشی؟ من اینکه زدی هرز امید باشه دیگه دادا. چرا میپرسی دیگه؟ من اینکه زدیست منی سگ باشه. جلاد اینجا خیلی لاشی بازیه. خب خوبه. لاگش زد سری اینجا، سری اینجا خوبه. یه دونه زب بیفتن گاردا، بیفتن گاردا. مرسی. اینجا یه دونه واینز. مرسی. بزن بزن پدر سگ. 1 2 جی مرسی مینی پکا. مرسی آجی. قبلا بذار مینی پکا پرنس. مینی پکا خیلی بهتر شد، هم اکسرش کمتره هم بیشتر تو این ترکیب به کار میاد. آره بریم برای بعد بعد بنوزم. خیلی حاجی ابیلیتی به موقعی زدم، نزدم به موقعی زدم ابیلیتی. بریم برای بعد برای چه اصلا حجم سگ انرژیه. بریم اینجا یه دونه رم رایدر خوبه. رم رایدری به موقع. این زمانی گمدم روی میندازم. کاش انداخته بودم پا مورتر. یه دونه رم نزنه طوری نیست. یک دیگه مرسی. چی حالاش مرد؟ مگا نایت مرسی. جلاد
رم رایدر سری احتمالا مورتارشو بندازه برای بچه ها. آره یه واینز هم میزنن. بدو مرسی. چه زوری زدم. خوبه خوبه کاش زپمو زده بودم روی اسکلتا. بهت احتمال میدادم اسکلت میندازه چون همین یه کارت فقط داشت. بقیه کارتش اکسیر سنگین بودن یا ماسکی تر بود یا کنون کارت بود. اینا سنگین بودن فقط اسکلت میتونست بندازه. خب یه مگا نایت اینجا یه دونه رم رایی دارم بریم. مرسی تورنادو پشما. اوی چه بد موقع افتاد این یاروه. بابا نزن تو رو قرآن چقدر این ابیلیتیش مزخرفه بابا. کامل بازی منش در میاره. خب منم باز دارم نگاش میکنم هیچ کاری نمیکنم. منم همینجور مثل کیری خرینگوش یه دست گرفتم دارم نگاش و کیری کسی گابه ده بنداز اون وسط یه گوهی بخور تو هم وایسادم نه چی تو میشه نتیجه کس کنی گاو بنده یک کیری خری تو هم دیگه. سلام و درود بر بچه‌ها. آقا امروز پیج ریت شاپو براتون آوردم که کارشون خریدای در اون برنامه‌ایه. از رویال پسی کلش رویال گرفته تا آف کلنز و کالاف و پابجی و هر گیمی دیگه که فکرشو بکن. فرق این پیج با پیجای دیگه اینه که قیمتشون خیلی کمتر و به صرفه تره. 6 سال سابقه کار دارن و سرعت واریزشون خیلی سریع تره. آیدی بالا اینستاشونه و آیدی پایین تلگرامشونه که 100% تضمینیه و تازه توی استوری بعد لیست قیمتاشونو میذارم که حاجی خیلی میصرفه. فشاریم چری ابیلیتی کسکشش کن وایزت چوری میزنم. ایوه مرسی ایویز باری کلا. مرسی یکی بزن باری کلا. آره داداش اینجا یه مگا نایت خوبه. خب وای بابا وای آجی چه پیش بینی کردم. وای زب داشتم 100% میزدم آجی. زب داشتم 100% میزدم آجی. چرا تورنادو کردم من ازی. وای پشما. خوبه اکسیرش بگو رفت. مرسی جلاد خوبه. یه رم رایدر اینجا وای سک تو واینز برس. مرسی ایوه کسخولی این ویز اینجا تا ابیلیتی سگش نزده. قشنگ ابیلیتیش 2 تا کارت میتونه بندازه.
یه دونه اینجا جلاد. خوبه. این پکا. خب مرسی. این چیه؟ مینی پکا. اینجا واینز. خوبه مرسی. مینی پکا مینی پکا مینی پکا مینی پکا. مرسی 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 مینی پکا. چه ابیلیتی زدم روش برای بچه. ایول هوک سایکل 3 کردیم برای بچه. بنازم ترکیب. چقدر مرتاره رو مفاختم آجی ازش. بریم برای بطلی بعد برای بچه. جلاده اینجا میریم. چیزم و جلاده هم بعد میرم. یه مینی پکا. خوبه. خوبه. رید. خب یه دونه. خب اینو زپا میزنیم روش. او نپر دیگی فیدر سگ. وای بابا چه کس شریه. چقدر اسپریت داره. وای ریدم تو این ترکیب به قرآن. لذا بگیره طوری نیست. بگیره رو تابه. مگانایت. این چیز سنگین نداره فکر کنم دفاع کن. اینجوری کسی اون نمید. جلا جونی مادرت بزن زود. مرسی. مرسی رم رایده. وایسو جونی مادرت. خب خوبه جلادم بزنه. خوبه. باری چلا. یکی دیگه. مرسی. دارته ده بنداز. میریم اینجا. خوبه. ابیلیتی هم تخ میزد. اینجا ایویز. وای خوبه آجی. ایویز خیلی برای دارت گوبلین خوبه. اینجا جلاد. من میخوام اینه دمیجی پوچیدنش هم نده. خب یه مگانایت عقب برای بچه. واینز. دارت گوبلین بیمیره همونجا. خوبه که برای بچه زپا ایولوشن کردم. مگانایت برگر رو اسکلتا. مرسی. این یه زپیه و کجا میره مگانایت بابا. حالا دیگه این قدم نمیخواد با مرام باشی کسکش. بابا میافتادی جلو. وای وای جلاده نگاه کن. وای پشمام جلادو نمزه. این پکا. مرسی. روی داری کستنه. وای کجا واحد زدم کستون ننه. مرسی یکی زد. جلاد. کسی چی مثلا حالا. باری چلا. مینی پکا. واینز چقدر دمیج داره. 110. اینجا یه ایویز. یه دونه واینز. سری اینجا رو هم رایده.
ابیلیتی جلاد ازم کاری اونا بساز. خب نمیسازی خودم بکشمت عقب. آفرین. اینجا زپیه و وایس تمام است برای بچه‌ها. به نظری ما که بازی تمام است. مرسی با هوک سایکل بودم چون بهت میدادم جلو این نایت داشت. حاجی نایتیش چقدر به من فکرم نداره کارت سنگین. کارتی تانک منظورم باید شد تانک به کارت های چیزی میگن به کارت های مثل جاینت اینا میگن. من به اینا میگم کارت های سفت سگ جون سنگی نمیگم تانک. یه دونه اینجا رام رایدر. مرسی. اینجا واینز. وای نه نمورد پشما. ایول دم اجاره زدیم. دارت گوب نشم کشتیم. هدف از واینز این بود که دمیج رو تاور بدیم و اونم بیمیره دارت گوبلینش که اینم زد. شانسی خوبی ما. اینجا یه مینی پکا خوبه. اینجا رو ایویز میندازم. تورنادو نمیکنم. فکر میکنم هوک داشته باشه. حتی نه دارت گوبلین و هوک کسی نمیزنه. نمیدونم چی داره. یه رم رایدر دوره میریم. اینجا زب. نه واینزا نمیزنم این دفعه. مرسی هم که گستشن داخل خوب. جلاد. مرسی بیا ابوالفضل جلادا. وای از کاشه اکستری مگا نایت داشتم. ولی الان اکستری خیلی ازش جلو هم برای بچه. یه دونه مینی پکا میرم. وای این ترکیب است. تازه فهمیدم این ترکیب چیه. این با هم که بوم تاور داره ولی این چند اونو ورده. اینجا ایویز. نگاه نکن هرگه. ای عجب شطوریه. خب جلاد بیمیره گوست. مرسی. یمین پکا این سمت خوبه. اینجا یه تورنادو سر اینجا. مرسی واین زب. مرسی رم رایدر هروم زاده. مرسی. یکی دیگه جلاد تاور. مرسی. یکی دیگه جلاد. مرسی. میری جلو یکی دیگه هم تاور میزنی. اوری کلا مرسی زد. وای پشمام جلاد. خوبه این پکا وای کاشون ور رفته بودن. این پکا گسته ولش میکنیم برای بچه‌ها. اینجا یه دونه مگا نایت میدیم. رم رایدر اینجا میره. وای گسته چه دمیجی داد به گای سگ رفت. اینجا ابیلیتی. مرسی تمام. خب شو ولش کردم گستش. مینی پکا کارا در هم. مینی پکا که این ور انداختم کاش اون ور مینداختم کارا در آورد برامون. نمیتونه حاجی دیگه وقتی خب یه 3 اکسلش ول کردم دفاع نمیکنم. نمیتونه همچه حمله که بهش میزنم و دفاع کنم. اصلا این ترکیب کس شعرم خودش ترکیبش خیلی ترکیب قویه. خب ماسکش هیرو نیست چه عجب. یه مگا نایتست ته اینم چی داره. یا مورتاره یا هوک سایکل. ترکیبی دیگه ای من ندیدم. خب کس شعره. پس به یک گزینه کس شعرم بشه یا هوک سایکل یا مورتاره یا کس شعر. یمینی پکا اینجا میری. یه جلاد اینجا. زخه رو با نگاه کن. مرسی که ویچا کشتی باری کل.
خوبه. وای 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 حاجی. فیریسی چیه ناموسن. خسخوله نگاش کن. آخه فیریسی چرا من زپا میزنم اونجا رو ویچ؟ آخه پیداست از ویچش دفاع میکنه، نمیذاره که مگانایت بپره رو ویچ که. خسخول باز در میارم یهو منم. خوبه با یه زپرم روی داره دفاع که. خب یه زپرم چه اینجا میزنیم که ایوش بیاد دستمون. اینجا جلاد، اینجا مگا، چپا میدیم بره ولی 3 نباید بشن فقط. برم رای دل اینجا. وو ناموسم بزنین اینا رو. 3 شدیم بابا. چیر تو کاسمون نه نمینی پکار جا کشید. کسیه شیرم تو ترکیبی تخمید برامو. من رای دل اونور نباید میرفتم آجی دیگه. خیلی اضافه کاری کردم بس بود دیگه. این کس شیر اضافه میکنه به حملش. یرم رایده خوبه. مرسی به این جلاد، مرسی به این جلاد. همیشه برای بچه‌ها من بین جلاد و ویچ موندم. همیشه از این الان ببر جلاده انتخاب میکنم بین این دوتا کارت. زمین تا آسمون حاجی با هم فرق داره. ویچ هیچ وقت نمیتونه این کارا بکنه حاجی. خب گوله انداخت. یه دونه اینجا مینی پکا. مینی پکا رو بزنش. مرسی مینی پکای من. مینی پکا من خیلی قراره لول اپ بشه. خوشگل پسرم. اینجا یرم رایدر سریع ابیلیتی کاش نمی افتادی جلو. یا ابوالفضل بیا جلو بیا جلو. ویچه بزنن نشه بگو. مرسی. برو برای 3 دیگه خوشگل پسرم. وای حاجی چقدر قویه. 11 رو یا زینب یا پشمام حاجی. عجب چیزی میشه لول 20 حاجی. وای احمق باشه. مینی گوله میندازه پر پشتش مینی پکان نصفی جونی مینی پکا اره مگان آیتم بود. اسپلش میزد اونم داشت میزد پشتی گولمش. یه رم رای داریم اینجا چون هیچی نداریم برای چرا کارت دفاعی. یه مگان آیته فقط یه دونه اینجا تورنادو میکنیم که اینا بیمیرن. هاتا ولش میکنیم. خوبه. مینیون آرمی و هات فعلا. یه مگا نایتس ته اونم چی داره دیگه. کسخارش مینی پکا ها میندازم به از اسپل هم استفاده کنم دیگه. یه مینی پکا مرسی. یه هم رایدر اون آره مگا نایت میزنه. مینی پکا احتمالا بیمیره. خوبه بازم هم که زد خوبه.
اینا رو هم ولشون میکنیم. زپ هم آمد شدم حاجی اینور بزنم. اگه نه زپ ها رو اسکلت میزدم و به گاش میدادم. طوری نیست. اینجا یه جلاد. مرسی جلاد. سری رفت سری اصلی مطلب. همون اولی کار اصل کار یه زد. مرسی. ببینم الان چی میخواد بندازه. هات داره با مینیون. جلاد نمیره. مرسی الان میخواد مینیونشو بندازه. سر اینجا زپ. مرسی اینجا واینز. مرسی. خوبه ایول. بیا دادا بیا. ایویز دارم برات. اینجا یه دونه ایویز. خوبه. اینجوری انداختن این ماینی رو هم بزندش ولی کردنش. یه دونه جلاد. خوبه که اینه از این ورومه. اینجا یه مگا نایت. به این جلاد. زپ. مرسی. نه نرو اونور دیگه وای. خوبه. مگا نایت بپره رو این. مرسی ابیلیتی. و به نظری ما که تمام است برای بچه. چقدر قشنگ دادم حریفامو میکنم. چند شد دقیقه؟ 26 دقیقه بریم. 26 کلیر. خب بریم برای تلی بعد بچه حرفی زش نزن. زفا همینجا میزنم. فکر نکنیم برای چه. نه اینه همه اولی کار بگان. رم رایده. وای این ترکیب اسکلت سگی است. این پکا یه بیزم اینجا میریم. خوبه اسکلت زیاد نداد بیرون. خواستم ولش کنم بزنه ولی چون حروم زاده بازی در آوردین انداختید جلوش منم زدم واینزم. خوب تا اکسیر 2 حاجی بتونم بکشونم بازی. اکسیر 2 امون اصلا نمیذارم نفس بکشه اکسیر 2 رو چون ضدشه قشنگ ترکیبم. یه جلاد دارم که همه چی میتونه جمع کنه. یعنی همه چیزی ترکیبی اینا میتونه جمع کنه. یه تورنادو اینجوری میزنی. خوبه 30 ثانیه دیگه صبر کنم. اکسیر 2 شده. خب اونم میزنیم به وقت جلاد. یه مینی پکا که این تا بره نزنه. ریدم آخر جلاد از تا برم نزد. منم کیر شدم. یه زپ اینجا. خوبه. الان میخواد آرمی بندازه. هاننده خورمی. یه رم رایده. خب اینو میذاریم تا ایناشو بدم بیرون. واینزا میندازیم روشون. آی ریدم چقدر دیر انداختم. خودم تا زدم فهمیدم ریدم. خب حالا اکسیر 2 شد. یه جلاد برات چه؟ خوبه. یوف مرسی.
جلاد بزن نه نشو بگا سریرم رایده وای وای بابا این ننه کشونی چقدر اسکلت داره زن جنده من به راست حمله کنم آجی این تمرکزه گذاشته رو راست بابا نزن امیدی کسخر بابا بنداز دیگه زود این ککادا چقدر دمیجی مفتاد بمون مرسی به این تورنادو اینجا مینی پکا مگا نایت گاید خودشه تا آمد تو 4 تا اسکلتا بکشه من رایده مینی پکا آیازی چقدر اسکلت داره عصبی میکنه بابا غیر آشد من نظرم نفس بکشی زنمونو کردی کسکش رم بزنی اون اصل کاری یا گایدین دمون وای چقدر حاجی دمیج میده این باره اسکلتی ننکسته نگاه شانس تو رو به قرآن آی حاجی چقدر چیریه این ترکیب کسی ننه فشار این چه حروم زاده چقدر اسکلت داره حروم چونی کسکش چیری خرامون دلقه چی بیناموس و زمه به چمونو گود بلا تو دمه اون جمعی تا این ویدیو تماشا کنید حضور میدید سومالیا کامنت کنید تا ویدیو بعدی 200 عشق منین یا یادت